بریم سراغ بررسی تکنیک بسیار ناب. بچه‌ها خیلی از دانش آموزا توی روال محاسبات مشکل دارن. به عنوان مثال توجه کن، 17 ضرب در 12 اعداد دو رقمی بین 10 تا 20 در هم ضرب میشن و حاصل رو میخوایم. یکی دیگه 13 ضرب در 15، مثلا 12 ضرب در 15. اینا رو گفتم محاسبه کنید. من باید چی کار بکنم؟ تکنیک رو یاد بگیر. یا راه حل اینه که اینا رو زیر هم بنویسی، به روش معمول اقدام به محاسبه کنی. یا راه حلم قلق تستی یا سریعه. ببین یکی از اینا رو انتخاب کن، فرقی هم نداره. من 17 رو انتخاب میکنم، شما میتونی 12 رو انتخاب کنی، فرقی نداره. این 17 رو با رقم یکان اون یکی جمع کن. 17 به اضافه 2 چی میشه؟ میشه 19. یه صفر جلوش بذار، 19 یه صفر جلوش بذاری میشه 190. حالا رقم‌های یکان رو در هم ضرب کن. 2 هفتا میشه 14 تا. اون 14 تا با اون 190 تا جمع میشه 204 تا. تموم شد. خیلی ساده. یه مثال دیگه دقت کن. 13 ضرب در 15. یکشو انتخاب کن. من 13 رو انتخاب میکنم، با رقم یکان اون یکی که 5 جمعش میکنم. 13 به اضافه 5 میشه چی؟ 18. یه صفر جلوش بذار میشه 180. حالا رقم های یکان رو در هم ضرب کن. 3 5 تا 15 تا.